ساکن دهه کفترخانه جامعه دهاتی به نام خدای رجب فینایی واسه دوران عینیدینوف زیاده از 2600 کتاب بدیعی مطالعه نموده آنها را در کتابخانه شخصیش نگاه داشته است. کتاب‌های بدیعی از ایجادیات شاعران و نویسندگان کلاسیک و معاصر، شعر و حکایه‌ها، روزنامه‌های دوری با کتاب و مجله‌های دیگر رفع‌های این کتابخانه جای خالیگی ندارد. در جمع‌آوری کتاب‌ها به دوران برادرش نعمت‌الله کمک رسانیدند. دوران مقصد دارد که در دهه بنای کتابخانه ساخته این گنج معنوی را پیشکش ساکنان دهه‌شان نماید. در این خصوص او با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه واسه مراجعت نموده است. من هزاران شکرانه از آن میکنم که در اساس دستور و سفارش‌های اساسگزار رسول وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب ولی رحمان در دایره کارهای آبادانی بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه واسه نیز کارهای آبادانی و روشننمایی و طوری وسعت تازه ادامه دارد. خوشبختانه امروز در خاندان ما با ابتکار و دستگیری به واسطه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه واسه تو بخش فرهنگ ناحیه واسه با هماهنگی اهل جامعه امروز در خاندان ما سنگ اساس کتابخانه بسیار عاموی ما که برای مردم دهه کفترخانه بسیار اهمیت ضرور دارد گذاشته شد. این پیشنهاد دوران را مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه واسه با توجه بلند قبول نمودند. با عیادت دوران آمده از کتابخانه او دیدن نمودند. پیش از مراسم گذاشتن سنگ اساس بنای کتابخانه در دهه کفترخانه همایش فرهنگی دایر کرده شد. در این جمع آمد ساکنان دهه نورسان و جوانان دهه اشتراک نمودند. رئیس ناحیه واسه با دوران و برادرش نعمت‌الله برای چنین اقدام را پیش گرفتنشان اظهار منتداری بیان نمودند. دوران و نعمت‌الله عین‌الدین‌ف امکانیت محدود جسمانی داشته باشند هم زندگی را دوست می‌دارند. در دهه کفترخانه صاحب آبرو و حرمت همدهگانشان هستند. دوران سابقه 23 ساله آموزگاری داشته در تعلیم و تربیت نسل نورس دهه سهم ارزنده دارد. شعر میگوید مجموعه نوشته‌هایش در یک چند کتاب جمع آورده شدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورов از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.